خب ما همه میدونیم ایران زمین یکی از قدیمی ترین کشورها و حکومت‌های جهانه، ولی اینم میدونیم تو این چندین هزار سال قدمت این ملت چه بلاهایی سر این سرزمین و مردمانش که پدران و مادران ما هستند اومده. قسمت 8: چگونه ایران از اسکندر به دست سلوکیان افتاد. 7 سال بعد از ماجرای جنگ بین مقدونیه و هخامنشیان، یعنی سال 323 قبل از میلاد مسیح و بعد از مرگ ناگهانی اسکندر، هرج و مرج در قلمروی اسکندر که ایران بود زیاد شد، تا اینکه تو سال 312 قبل از میلاد امپراتوری یونانی سلوکی که توسط یکی از ژنرال‌های اسکندر بنیانگذاری شده بود ایران را فتح کرد و تا سال 238 قبل از میلاد مسیح به ایران سلطه داشت، تا زمانی که ارشک اولین پادشاه اشکانی او را از ایران بیرون کرد. شاهنشاهی اشکانی که توسط دودمان اشکانی اداره میشد، گروهی از مردم شمال شرقی ایران بودند که تونستند امپراتوری سلوکیان رو در اواخر قرن سوم قبل از میلاد شکست بدن و یک ایران متحد، یک پارچه و مستقل رو بعد از تقریباً 100 سال به دست بیارن. قسمت 9: دو ابرقدرت نظامی جهان، اشکانیان و امپراتوری روم. از اونجایی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودی، احتمالاً از محتوای این ویدیو خوشت اومد. پس ویدیو رو لایک کن و برای اینکه از سری بعدیش که هفته آینده پخش میشه جانمونی، چنل رو سابسکرایب کن و نوتیفیکیشنش هم فعال کن. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و تا 2 روز دیگه میبینمتون.